محرک از دستگاه آبکشانی، تجهیزات از ژیگولی، ترکیب از یخدان ویران شده، توصیف است از تراکتوری که اسرائیل مرادوف اختراعکار خطلانی ساخته است. یعنی قشلوقدا چیو هستند؟ اوهانپورو هستند اوزی. همین بسیار همین اوهانو میره ما هم اوهانپورو جمع‌آوری کرده آوردم. اسرائیل مرادوف کارمند سابق میلیسا است. میگوید بعد از نفقه برآمدنش خواست برای مردم کار کند. مردم بسیار وقت حاضر با باغ پروری مشغولند و در اون زمینای صحرایی می‌دیدن که بسیار وقت کارهای اون مشکل هستند. با خلاصه اومدن که من هم یک تراکتوری خود سازم که برای کارکنان همین دهقانان یک آسانی کار بیارد. تراکتور اسرائیل در 1 ساعت نیم لیتر بنزین می سوزد. او میگوید کشتکار دهقانان این محل را که به سبب پرخرجی آن را دستی انجام میدهند آسان می کند. با تخنون سنجیدیم برآمدیم خیلی دیدیم که رزولتات کاری دارد. علف درف و سپار تراکتور را نیز اسرائیل با دست خود ساخته است. از تکنیک‌های پیش از چرخ پیش میگردد این ایموبین میگردد. قفوش یا که برش و پیشش در درخت نمیزنه. یکم چی داد خلل نمیرسونه. یارادور نمیکنه درخت. حالا به گفت اسرائیل مرادوف تراکتورش 70% آماده است و تا اینجا 5000 سامانی خرج کرده است. بعد یک هفته تراکتور را به صحرا میبرد. یک قسمی کم کم چیای میده دارد اینو خیلی پس سر میشن یورا ممکن که در بین یک هفته سوز کنم. اسرائیل یگانه اختراعکار در دیهشان نبوده. آنها چند نفرند که محفل خود را دارند. هر کار خود را با مشورت انجام میدهند. بین همین 3 کس ما 4 نفر ما همین را یک تجربه آموزی میکردیم. یک خلاصه در می اومدیم همین ما میساختیم. احمدشاه کامیلوف 1 سال پیش تراکتور خود را ساخت و حالا زمینهای خود و مردم را با آن کشت میکند. همین موتورش اول یافتیم. موتور را گرفتیم آوردیم. خیلی گفتیم کمی یگون ساختن در کار همین در سرمون آمد همین یک چیزی کنیم که برای خوجگی قشلاق در کار شودن. برای ساختن تراکتور خود احمدشاه کامیلوف 13000 سامانی صرف کرده است. با گفتش ساختن 3 تراکتور نو را که 75000 سامانی می شود به او فرمایش دادند. ممکن که در آینده عید چیزای بهترین میسازیم. ممکن. برای ما هم میخوایم که ما را کمتر دستگیری کنن. این اختراعکاران میخواهند زمینداری در محلشان کم خرج و کار دهقان آسان باشد و نهادهای دولتی برای توسعه طرحهای آنها کمک رسانند.